اینجا اولین باری بود که من ایشونو میدیدم و تصمیم گرفتیم که یه رابطه جدی رو با هم شروع بکنیم. بعد این میگه وایب کردیم، مچ شدیم، کلیک خورد، I don't know. بهم حقیقتشو نگفت. انتهای این رابطه‌ام خورد به شروع این رابطه‌ام. اکس نگو خانم. از بعد اون روز اصلا دیگه جواب دوستامون رو نمیدادیم، همش با هم تو خونه بودیم. نه ایشون اصلا با من خصومت شخصی داره. چیزی زدی شما خانم؟ حالت خوب نیست حس میکنم. بحث منو گوش کن. عاشق پولم. یعقوب کیه؟ یعقوب. میخواستم اونم اذیت نشه. اصلا شما نمیدونید چند تا آقا بوده، کی بوده، چی بوده. من انسان خیلی خوبی هستم. خب سلام میکنم خدمت حضار محترم. امروز 12/1403. سلام. آقا شما چرا آستین کوتاه پوشیدی؟ تتو هم داری؟ جناب قاضی ببخشید یکم هولهولی شد. قلدریه چی؟ معذرت من میخوام. عاشق تتوهاش شدم. چی شده یه بار دیگه بلند؟ عاشق تتوهاش شدم اول که مشخص دیدم. خیلی بد سلیقه‌ای. بسیار خوب. طرفین هر دو وکیل لطفاً اول شما در مورد داستانشون برام یه توضیح بدین. موکل من ارشیا مسلایی از شریک عاطفی خودشون شکایت داره، خانم بیتا نوربخش. بله. موکل من متوجه شده که توی 7 ماه ابتدایی رابطه‌شون خانم بیتا بهش خیانت می‌کرده و بی‌صداقت بوده و از اعتماد موکل من سوء استفاده کرده. از شما خواهش می‌کنیم که نسبت به عدالت خودتون و نسبت به حقیقت تصمیم گیری کنید. لطفاً شما. من صبر میکنم تا داستان رو طرفین تعریف بکنن، بعد دفاعیم رو ارائه میدم. خب لطفاً شما داستانتون رو تعریف کنید، از زبون شما بشنویم. داستان آشناییمون رو تعریف بله. کنم. آقای قاضی ولنتاین بود. بله. روز ولنتاین بود، تولد من. بله. من تنها بودم، بعد کلا اینستاگرامش هم داشتم یه تایم نگاش میکردم. دیگه خوشم میومد ازش دیگه. روز ولنتاین بهش تکست دادم. تکست یعنی چی؟ پیام بهش دادم. اوکی فارسی لطفاً حرف بزنید. خب آره پیام بهش دادم. بعد اینجوری بودم که ولنتاین رو تبریک گفتم و دیدم اونم تبریک گفت، فهمیدم تنهاه. با هم دیگه این تکست یعنی همینجور رفتین تو پیج همدیگه و یه ولنتاین تبریک گفتین فقط؟ آره. اوکی. دیگه تکست بازیامون، پیام بازیامون از اون موقع شروع شد. ادامه پیدا کرد و خیلی با هم اوکی بودیم دیگه، وایب خیلی خوبی داشتیم. همینجوری رفت جلو و رابطمون هم اوکی بود. من الانم متوجه نیستم چرا الان اینجام. در اصل بخوام بگم با یه تلفن ما میتونستیم صحبت کنیم. الان متوجه میشی چرا اینجایی؟ نیاز نبود. لطفاً ساکت باشین. خب شما ادامه بدین. جناب قاضی همونجوری که ایشون گفتن همه چی از همون پیامو شروع شد. بعد یکم حرف زدنه بیشتر و حرفای تکراری نزن، اینا رو گفت. بعد چند روز حرف زدنه بیشتر، من روز تولدم بود و یهو خواستم بهشون زنگ بزنم. زنگ زدم و اولین مکالمه تلفنی که با هم کردیم اون روز بود. یادش دارم. بعد اون روز لطفاً ساکت باشین شما. خب بالاخره خصوصیات اخلاقیمون خیلی بیشتر با هم دیگه مچ بود و خیلی رابطه‌مون با هم دیگه جلوتر رفت. چقدر گذشته بود از اون؟ از روز آشناییمون چند روز گذشته بود. بعد منم ایران نبودم. برای اینکه همدیگه رو ببینیم با هم دیگه قرار گذاشتیم. اومدیم تهران. من سری بلیط گرفتم اومدم تهران. خونه رو تمیز کردم، همه چی آماده کردم. اون شب اولین بار بود که ایشونو می‌دیدم. کاشتم هیچ وقت نمی‌دیدم. بیتا هست. کلکلتون که خانم نیوردید اینجا. نه یه جور رفتن می‌کنن اصلا من نمی‌شناسم. خب باشه کلکل مال بیرونه، اینجا دادگاه. لطفاً ساکت باشین، اینجا دادگاه. خب ادامه بدین. بعد گذشته همینطوری که ایشون گفتن، بعد گذشته چند وقت که ما شروع کردیم با هم دیگه تو اینستاگرام صحبت کردیم، ایشون با من گفتش که دوست دارم با هم دیگه تو واتساپ حرف بزنیم و اینجا خوشم نمیاد و شروع کردیم با هم دیگه تو واتساپ چت کردن. واتساپ چیه؟
یه پیام رسان خارجیه. لطفاً فارسی صحبت کنه، از اصطلاح انگلیسی اینجا استفاده نشه. لطفاً شما سکوت اختیار کن، در مورد چیزای انگلیسی اینجا صحبت نشه. ادامه بدین. بعد گذشته چند وقت از چت کردن ماها، از کانورسیشن ماها بین هم دیگه. کانورسیشن چیه؟ من همین الان گفتم از کلمات فارسی استفاده معذرت میخوام جناب قاضی. از مکالمه ماها روز تولد من بود. نمیدونم چی شد، تصمیم گرفتم بهشون زنگ بزنم. چی شد که عاشق شدیم؟ شما خانم من اینجا وایسادم که سوال بپرسم. تحریف دارم کنم. میدونم ولی من اینجام که سوال بپرسم. شما لطفاً ساکت باشید. تصمیم گرفتم بهشون زنگ چی بزنم. شد نداریم. شما چی شد که تصمیم گرفتی بهش زنگ بزنی؟ نمیدونم جناب قاضی، شب تولدم بود، زیاد تو حال خودم نبودم. حس می‌کنم داری میپیچونی داستانو. نه اینجوری حقیقت بهت شک می‌کنم. حقیقت قضیه واقعا همینه. درست میگه. اگه جایی به بعد شما اجازه دادن به ما اجازه بگیرم. بله شما اجازه بدید. ادامه بدیم. بله جناب قاضی. بعد گذشته چند وقت اینکه ما بیشتر با هم دیگه حرف زدیم، تصمیم گرفتیم هم دیگه رو ببینیم، چون توی مثلا صحبتایی که با هم داشتیم حس کردیم شخصیتامون خیلی به هم میخوره. البته اون موقع حس کردیم که حتما هم غلط بوده این قضیه. بعد گذشته چند وقت تصمیم گرفتیم ما هم قرار بذاریم تهران هم دیگه رو ببینیم. این برای استرس جناب قاضی. سرباز دم در بهمون اجازه داد. موکلم نگه داره یه ذره آخه اینجا مهد کودک که نیست که اینجا دادگاه خانم. این برای اعصاب پزشکیه جناب قاضی. یه ذره یادآوری لحظات بد میشه اگه میشه لطفا. ادامه بدید. لحظات بد نبود. خانم شما گفتم کلکلتون رو نیارید اینجا. لطفا ساکت باشید. حرف وکیلتون گوش کنید لطفا. بعد اینکه همدیگه رو دیدیم خب یکم میگم شخصیتامون هم حس می‌کردیم نزدیک همه. یکم بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم، بیشتر با شخصیت‌های هم آشنا شدیم. بعد تصمیم گرفتیم که با هم دیگه یه رابطه جدی‌تری رو شروع بکنیم. مثلا از اون رو به بعد جواب دوستامون رو نمیدادیم. هیچ کدوممون. من از اون چیزی که دستت فهمیدم شما یه فرد استرسی هستی. این یه خودش امتیاز منفی برای شما محسوب الان براشون اتفاقاتی که افتاده موکل من اصلا حال خوبی نداشته توی این چند وقته. یعنی الان 100% بازگو کردن اتفاقات هم براش خیلی حس بدی داره. خب لطفاً بذارین ادامه بدن. خب یعنی همینجا اولین باری بود که من ایشون رو میدیدم و تصمیم گرفتیم که یه رابطه جدی رو با هم شروع بکنیم. رابطه‌شون داستان آشناییشون تا همین حد هستش، اینجوری با هم آشنا شدن. لطفاً شما یه لحظه شما تعریف کنید یه دفاعیه. تا الان که دفاعیه فقط این که یه جوری داره میگه که انگار بینم خیلی اوکی نبود، در صورتی که ما تایم اولی که همو دیدیم لطفاً شما سکوت. خیلی با هم کلیک خوردیم و با هم مچ بودیم. یه جوری بود که مثلا از روز اولی که همو دیدیم یک ماهی نان استاپ پیش هم بود. مگه نمیگم سکوت کنید لطفاً. من میشه سوال لطفاً بپرسم؟ میشه احساس ایشونو تو اون روزای اول ما بدونیم؟ چون موکل من خیلی براشون. احساس کیو؟ احساس خانم بیتا نوربخش. خانم نوربخش لطفاً احساس من که من اصلا تایم که نمیشناسمش که قشنگ خوشم میاد. نمیشناختی شما بهش پیام میدادی چه جوری؟ آره من تو اینستاگرام یک ماهی داشتم استاکش میکردم. خب فکر اینو نکردی که نمیشناسیش؟ خب الان شما مگه ببخشید شما خانم دارید احتمالاً ولی وقتی با تایمی که با خانمتون آشنا شدید نمیشناختید دیگه. آره. اول خوشتون میاد. آره من یه ماهی خوشم میومد، بعد اومدم باهاش کانکت شدم از روز اول. بعد من احساسم هیچ وقت دروغ نمیگه دیگه. تایمی که باش آشنا شدم دیدم درست وایبشو گرفته بودم. یه ماهی قشنگ هر روز با هم بودیم و دیگه اصلا گوشی آف، دوستامون رو نمیدیدیم. خیلی همه چی اوکی بود و منم داشتم میشناختمشون هم همینطور. گل و بلبل. خب الان شما چیزایی که دارید میگید و جفتتون دارید از خودتون دفاع میکنید. یعنی میگید ما خوبیم. جفتتون دارید میگید ما خوبیم. اگه میشه من یه صحبتی بکنم. بله این داستان آشناییشون هستش. تا اینجا هیچ مشکلی نبوده. یعنی تا چند ماه پیش هیچ مشکلی نبوده. جناب قاضی بذارید وکیلتون صحبت کنه. مشکل بوده فقط موکل من متوجهش نبوده، نفهمیده بوده، از پنهانکاری ایشون اطلاعی نداشته. یعنی اعتماد زیاد داشته و تازه متوجه این موضوع شده. لطفاً یه چیزی بگم قبل از اینکه بخواید صحبت کنید لطفاً اجازه بگیرید. اینجوری بفرمایید. نه اینجوری باید بگید. آره. خب ادامه بدید لطفاً. اگه میشه موکل من اولین چیزی که دیده باعث بی‌اعتمادی شده رو توضیح بده تا بفرمایید. در خدمت. جناب قاضی همه چی اون روزای اول خوب بود. مثلا فقط واسه فیلم هندیش نکن لطفاً. این بودش که خانم بیتا شعارش این بودش که از دروغ بدش میاد. شعارش این بودش که اولین باره که وارد رابطه جدی میشه، وارد رابطه احساسی میشه، عاشق بشه.
همه چی اون روزای اول خوب بود، داشتش خوب پیش میرفت تا بعد چند ماه متوجه یه زنگ رو گوشی شدم، دیدم یه کانتکت به اسم بیبی داره. کانتکت چیه جناب؟ یه مخاطب. نه من با شما شوخی دارم. معذرت میخوام جناب آقا. آخه اینجوری که شما میگی دادم. خب لطفاً ادامه بدین. گفتم از کلمات فارسی استفاده شد. مخاطب. بله بفرمایید. یه مخاطب به اسم بچه داشت. بعد از چند وقت مخاطب به اسم بیبی چیه؟ چه بچه به انگلیسی. حالا مگه بچه سیف میکنه؟ خیلی عامیانه است جناب قاضی، چون ما ایران هم زندگی نمی‌کنیم بالاخره بینمون عادیه. الان خواستی بگی میرم اون برای آبو میام؟ بله. ولی آخه خب این دوست داری از دادگاه اخراج بشی؟ من معذرت میخوام جناب قاضی، من خواستم حقایق رو بهتون بگم. ادامه بدین لطفا. بعد از چند وقت اضافه زده نشه. بعد از چند وقت من دیدم یه زنگی رو گوشیشه به اسم بیبی. بعد برام سوال شده اوایلش که این کیه و اینا. بهم حقیقتش رو نگفت. بهم گفتش که این مال رابطه قدیمم بوده و هیچ ربطی به الان نداره و هیچ. یعنی خانم نوربخش گفتن که این فرد واسه قدیم بوده. درسته. اوکی. درسته. اون بار چون که اعتماد خیلی زیادی به هم داشتیم، اوایل رابطمون هم بود. هنوز من نه چیزی از ایشون دیده بودم، ایشون هم که هیچ وقت چیزی از من ندیده بود. بعد چند وقت منم این قضیه رو فراموش کردم. سعی کردم به حرفش اعتماد بکنم و چجوری بهتون بگم خیلی صاف و ساده با هم جلو بریم. ولی بعد چند وقت فهمیدم اینجوری نیست. چیزایی که به ایشون بهم میگفت اصلا هیچ کدوم حقیقت نداره. یعنی کاملا دروغ گفته. درسته. بسیار خوب. اولین مدرک رو لطفاً تحویل به قاضی بدید. اولین مدرک یه عکسه که لطفاً کمک قاضی عکس رو برای من بیار. یه عکسه که بفرمایید. خانم شما حجابتون رو رعایت کنید و لطفاً سعی کنید بچه‌ها نظم آقا من روماتیسم لطفاً سعی کنید نظم دادگاه رو رعایت کنید. مرسی. این عکس موکل من تو گوشی شریکشون بله. که با هم 1.5 سال دوست بودن تازه اینو پیدا میکنه. ایشون کی بودن؟ یه سوال میتونم بپرسم. این آقایی که تو حال با خانم با شما هم من وسط دارم سوال میپرسم ازتون. این آقا کی هست تو تصویر؟ شما توضیح بدید. شما باید توضیح بدید. این آقا کدوم آقا؟ همین آقایی که اصلا شما نمیدونید چند تا آقا بوده، کی بوده، شما چی بوده. نمیتونید صحبت کنید. پروفشنال نیست رفتارتون. خانم با شما هم کلکل آوردین اینجا. بفهمید. این عکس مال تایمیه که من تازه با عرشی آشنا شده بودم، یعنی آخر رابطه قبلی من. یعنی من یه رابطه طولانی یه چند سال از زندگیم داشتم که از بچگی با هم بود. تا که با عرشی آشنا شدم اون رابطه رو بردم سمت کات کردن و تمام شدن. یعنی در حین اینکه با اون طرف قبلی تو رابطه بودین با عرشیا هم نه کاتش کرد. درسته آقای قاضی درسته. نه شما کجا میدونی درسته؟ من مدارکشو دارم. من قاضی ام اینجا. من میگم درسته. چی درسته چی درست نیست. بله درسته. ادامه بدین. درست نیست. من تا که با عرشیا آشنا شدم انقدر رابطمون اوکی بود و باحال بود می‌خواستم که توی این رابطه هم باشم و خب شما خودتون میدونید دیگه رابطه طولانی سخته. من نمیدونم. نه خب شما خواستگاری کردید. رو من مثال نزنید لطفاً چیزی رو ادامه بدین. وکیل من بله. آره رابطه‌مو کات کردم، رابطه قبلیمو تا که داشتم با عرشی آشنا می‌شدم اونو کم کم کات کردم و این یه کوچولو طول کشید. این کوچولو طول کشیدن یکی کوچولو خورد تو هم دیگه دو تا رابطه. نمیشه سری کات کرد. یه هم پوشانی زمانی داشت. بذارید وکیلتون صحبت کنه. یه لحظه اجازه یه جمله اضافه کنم. نمیتونید الان وقت وکیله. بفهمید. موکل من الان مضطرب شده، داره اطلاعاتو با یه شتابی بیان میکنه. مضطرب شده؟ من عکس موکلتون رو اینجا دارم. اجازه بدین که من اون چیزی که حقیقت داره رو با آرامش شمرده به همه اعضای دادگاه توضیح بدم. بله. موکل من تو سن پایین با یک آقایی آشنا میشه، آقا که نه یک پسری همسن و سال خودش، و به آرومی رابطهشون طی میشه، جلو میرن، از همدیگه خوششون میاد، ولی شاید اصلا از ظاهر ایشون هم مشخص باشه آدم جاه طلبیه. بله کاملا از ظاهرش معلومه و خیلی دلش میخواسته که از اون چارچوبایی که داشته بیرون بزنه. به مرور رشد میکنه، کار میکنه، پیشرفت میکنه. الان تتو بزنی از چارچوب. لطفاً شما اجازه بدید من اگه خوب بود که تو رابطه خانم شما آقا شما مگه اینجا ببخشید جناب قاضی. بله. عرض کردم. بفهم.
خانم لطفاً مسائل تکراری بر من توضیح ندین. ایشون گفتن که از بچگی با یه نفر بودم. تکمیل میکنم جناب قاضی. ایشون رشد میکنه، پیشرفت میکنه، سالهایی رو میگذرونه، ولی به خاطر هنجارهایی که خانواده پارتنر سابقش داشته امکان همراهیش توی مسیر جدید رو نداشته. بیتا از اون محیط، از همه چیز خارج میشه و تنها بندی که ایشون رو متصل میکرده به گذشتهش همون پسر بوده و ما نمیتونیم منکر این بشیم که رابطه عاطفی وجود داشته. یک بی‌صداقتی که بیتا کرده این بوده که نگفته که پارتنری سابقا داشته. آخه موضوعی که یه لحظه خانم لطفاً بفرمایید. بی‌صداقتی کرده و نگفته و به این قضیه اعتراف داره میکنه که نگفته و ما امیدوارم نگفته که من از تایمی که آشنا شدم داشتم سعی می‌کردم رابطه‌مو کات کنم. یعنی منتالی واسه من منتالی یعنی چی خانم؟ چیزی که توی مغزم در حال چرا فارسیشو نمیگی؟ خیلی طولانی میشه. بگو عیبی نداره طولانی بشه. چیزی که در اون لحظه تو مغزم میگذشت. بله. اینجوری بودش که اون رابطه رو دیگه نمیخواستم، فقط خب قطعا نمیومدم یهو ضربه بزنم به یکی کاتش کنم اذیت شه. یه تایمی بهش دادم که بتونه پروسس کنه، خودم بتونم این وسط هندل کنم و من تو اون تایم من داشتم ارشیا رو بیشتر میشناختم. من یهو نمیتونم که مثلا با یکی آشنا میشی همونو بپری تو رابطه. شما اشتباه میکنی وقتی با یکی میری تو رابطه. شما که نظم دادگاه رو بیشتر میدونید که از شما توقع ندارید. اجازه نمیدین ما صحبت. چرا اجازه میدم؟ باید صحبتشون تموم شه خانم. آره. خب من یه سوال میخوام ازتون بپرسم. شما نمیتونید توجیه کنید که وقتی که تو رابطه بودید تونستید به ارشیا پیام بدید؟ این اشتباهه. نه من تو رابطه نبودم. من میدونستم که رابطه من تموم شده. میدونستی تموم شده ولی در ارتباط بودی. من بگم من تو زندگی داشتم پیشرفت میکردم. وقتتون خیلی کمه خانم. خب پارتنر من یادم بود که داشت درجا میزد و اصلا دیگه به اون لایف استایل جدید من نمیخورد و تایمی که من ارشیا رو دیدم یهو احساس کردم سولمیتمو دیدم. یعنی پارتنرتون به لایف استایلتون به قول خودتون نخوره باید ولش کنید یا آره معلومه جایگزین بشه. اصلا مهم نیست که هیچی مهم نیست، فقط با جایگزین بشه. خب همین چی مهم بود؟ این که من یهو اذیتش نکنم که من بهش تایم دادم. یعنی دقیقاً اونجا من انسانیتمو نشون دادم که یه بازی دادم که بتونه ادجاست کنه توی موقعیت جای خودش. انسانیت نشون دادید. خب لطفاً بیتا طی این اتفاقاتی که افتاده پیش مشاور رفته، یه سری از چیزایی رو راجع به خودش فهمیده، یه سری پشیمونی‌هایی داره. اما من نمیدونم چطور الان این رو بهتون توضیح بدم. خودش داره به نظرم به خوبی توضیح میده که اون تفاوت. یه لحظه جناب لطفاً نظم دادگاه رو میتونید رعایت کنید یا بکنمت بیرون؟ تقصیر من نبود، تقصیر خانم بیتا بود. ایشون دارن صحبت ایشون نباید با من صحبت بکنه. ما اومدیم دادگاه من وقت شما رو وقت به شما دادم، شما میتونید صحبت کنید. اینا میخوان همه چی رو به نفع خودشون. لطفاً صدا تو بیار پایین، اینجا دادگاه. وقتی میگم به شما فرصت دادم میتونید صحبت کنید. شما اصلا گوش نمیکنی ببینی ما چی میگیم. خب دارم گوش میکنم دیگه. الان من برای شما اومدم اینجا. لطفاً اجازه بدید شما حرفتون لطفاً نظم دادگاه رو به هم نزن. خب ادامه بدید لطفاً. یک نکته رو که میخوام همه ما اینجا بهش توجه بکنیم اینه که این دادگاه داره حول یک محوری که کاملا انسانی و احساسی اداره میشه و ما نمیتونیم هیچ چیزی رو صفر یا صدی بررسی بکنیم. بله 100%. ایشون سنشون کم بوده، توی یک محیط کوچیکی با یک نفری آشنا میشن و اون موقع فکر میکنن که این آدم براشون مناسبه. پشیمون میشن. مثلا آره. مثلا شاهزاده‌ای با اسب سفید. بله. تموم میشه همه چی. ما نمیتونیم جلوی قلب ایشون رو بگیریم که عاشق ارشیا شده. در حین اینی که تو رابطه بوده. آره. در احساسات رابطه شما من بهتون اجازه دادم خانم. نه. چون ببخشید خیلی جناب آقای که وقتی درگیر رابطه یه غلط میکنه عاشق یکی دیگه میشه. به یکی دیگه صحبت کنی. اینجا خیابون نیست، اینجا دادگاهه. ببخشید جناب آقای الان من وقتو میدم بهتون شما صحبت کنید. خب بفرمایید. در ادامه ایشون یک مقدار
احساس کمبود اعتماد به نفس میکنه و در راجب گذشته خودش یک کم احساس شرمندگی میکنه، چون ارشیا براش یک مرد کامل جذابه. من امیدوارم که خاطرتون باشه در ابتدای جلسه دادگاه یهو ذکر کرد که من عاشق تتوآژ شدم. یعنی میدونین یک آدم جدید، یک آدم فقط برای اینه که رأی و حتی خودشون تموم کنن. تو واقعا یعنی که دیگه به تتوآژ خوشگل‌تر باشه عاشق اون میشه. نه خانم مگه اینجا ارشیا اومده من دوست دارم. مگه شما که میدونید اینجا دادگاه دیگه از شما توقع نمیره. من احساس میکنم وکیلشون یکم تازه کاره آقای قاضی، یکم اومدیم اینجا کلکل کنیم خانم. الفبای موضوع شاید آشنا نیست. لطفاً به ادامه صحبتتون بپردازید. عرض میکردم خدمتتون وقتتون هم خیلی کمه. خب متشکرم. وقتی که با ارشیا آشنا میشه سعی میکنه تمامی چیزهای گذشته‌شو پنهان بکنه که نکنه چیزی باعث بشه که از دست بده رابطه‌شو. چیزی زدی شما خانم؟ حالت خوب نیست. خیلی واقعا شاید استرس دارم. حس می‌کنم چیزی زدی قبل از اینکه بیای اینجا. الان نه. چون تو دادگاه نباید انقدر خوشحال بود، یکم باید ناراحت باشی. نه یه ذره من تو سیستم دفاعی من دوست دارم یه صحبتی رو اول برایشون بکنم اگه اجازه بدین. بفرمایید. یکی اینکه این کاری که خانم بیتا کرده هیچ جوره هیچ توجیهی نداره. شما اصلا یعنی میتونی دو تا رابطه موازی همزمان داشته باشی، یعنی 100% یه آدم دیگه هم بیاد با یه آدم دیگه این کارو میکنی، یه آدم دیگه یه پله دیگه از ارشیا بالاتر باشه میری با اونی که یه پله بالاتر، یکی دیگه بیاد یه لول بالاتر ماشین خانم شما به من نگاه مگه برای من توضیح نمیدی؟ بله. چرا به ایشون نگاه میکنی؟ خب یه لول بالاتر هست. متوجه بشن جناب قاضی. نه خانم هیچ کس اینجا خصومت شخصی با هم نداره. من فقط خصومت شخصی دارم. لطفاً ادامه بدید. ایشون دیگه از خصومت شخصی بیشتر چی؟ لطفاً ادامه. شما من نسبت فامیلی داری؟ خانم شما من نگاه کن. چه ربطی داره؟ بیتا خانم. اینجوری به نظر میاد. باید از اینجا مشکلمون هست. خب ایشون دو تا رابطه موازی رو با هم پیش برده. اصلا هیچ توجیهی من نمیتونم برای این در نظر بگیرم. شما اوکی یکی رو حال کردی با یکی دیگه بیشتر احساس راحتی کردی، از یکی خوشت اومده، اون آدم قبلی رو همون روز بعد تموم کنی، نه اینکه 7 ماه به یک نفر دروغ بگی. یعنی شما میای به یه نفر همینجوری هر روز و یه دروغ نبوده که ما بگیم اوکی ما یه دروغ شما رو میبخشیم. یعنی اینکه شما میگید که 7 ماه از رابطه قبلی گذشته، یعنی 7 ماه تو رابطه بودن و به ایشون هم پیام میدادن همزمان. نه تو 7 ماه با جفتشون تو رابطه بودن. یعنی هم با ارشیا شما قاضی آدم نمیتونه عاشق دو نفر باشه که آدم نمیتونه شما اجازه دادن دو نفر احساسات بکنه. اسمش حالا اسمشو مامانش گذاشته. من مختار خانم مگه اینجا پارکه میذاشته آدم‌ها رو استراچ کنه. اسمشونو ببین وکیل محترم بذارید ایشون صحبتشو کنه. چشم به شما هم نوبت میرسه. بله ایشون یعنی دو تا رابطه رو همزمان پیش برده و موکل من همه جوره برای این آدم همه کار کرده. اصلا من نمیتونم. چندان سوس بودم. خب پس اگه ما بگیم خب الان ارشیان 7 ماه با این نفر دیگه، الان ما بگیم ارشیان 7 ماه با این نفر دیگه مثلا بوده، خب مثلا گناهاتون در میشه همه، یا مثلا برو 7 ماه با یکی دیگه ارشیا. چه ربطی داره اصلا؟ شما لطفاً فامیلیتون چی بود اصلا؟ من مسلحی هستم. آقای مسلحی لطفاً دفاع خودتون رو بگین و همه چی هم بر اساس واقعیت باشه. جناب قاضی من بعد چند وقت که متوجه اون تماس شدم دیگه هیچی به روی خودم نیاوردم و زندگیمون رو با هم ادامه دادیم و همینجوری داشتیم میرفتیم جلو تا یه روز تلفن همراه من خراب شد. گوشی من خراب شد و ابیتا خواستم که گوشی قبلیشو اون گوشی قدیمیشو بهم بده تا تایمی که گوشی جدید میگیرم ازش استفاده بکنم. وقتی گوشی رو داد بهم رفتم توی مسیجاش یه سری پیامای عجیب دیدم. یه سری پیامایی دیدم که اصلا چه پیامایی؟ یه سری چیزایی دیدم آقای قاضی واقعا شوک شدم. تاریخاشو دیدم. مدارک موجود هست؟ بله. ببین درسته مال قبل این بودش که ما استارت رابطمون رو با هم بزنیم. ولی من گفته بود مال قبل این بوده که استارت بزنیم دیگه. من اولین نفری هم که لحاظ عاطفی لحاظ احساسی با هم دیگه به نقطه مشترکایی رسیدیم. خب همین ولی اصلا نه اصلا همه چی برعکس بود. ایشون توی رابطه دیگه بود که می‌خواست ازش بیاد بیرون، فقط من استفاده کردم. استفاده کرد. لطفاً منظور شما این که ایشون در حین اینکه رابطه داشته با یه نفر دیگه همزمان با شما هم رابطه درسته جناب مدرک این موجوده. من حتی تماس گرفتم با ایشون. با دوست پسر قبلی ایشون به اصطلاح باهاش صحبت کردم، گفتم رابطتون کی تموم شد؟
بهم گفتش که تابستون پارسال، در صورتی که جناب قاضی ما اون موقع با هم دیگه تو رابطه بودیم. اون موقع چند ماه 7 ماه از رابطه‌مون میگذشت، با هم زندگی میکردن اصلا. بله. درسته جناب قاضی، ما خیلی روزهای سخت، روزهای خوب با هم دیگه گذروندیم، ولی تهش این شد. بله عذرخواهی میکنم، میخوام ما وایس اون صحبت هم داریم. درسته حتما باید اون رو مدارک به کمک قاضی لطفاً ارائه بدین. هم من و هم موکلم توافق نظر داریم در مورد اینکه حرفا کاملا درسته و شواهدی که دیدن درسته. بله. اما همونطور که قبلا اشاره کردم بیتا شرمگین بوده از رابطه قبلیش، سنش کم بوده و لطفاً فراموش نکنید که پروسه آشنایی این دو نفر خیلی ناگهانی، خیلی یهویی و بدون آشنایی و زمان طولانی بوده و ایشون نتونسته به خاطر مسائل شخصی خودش، همونطور که هممون مطلعیم، از این قضیه عبور بکنه از پارتنر سابقش. اگر بخواید ما اینجا یک شاهد داریم مبنی بر این آقای قاضی بعد 7 چه ناگهانی چه اتفاقی؟ من توضیح دیگه ندادم خودم به عنوان وکیلشون ادامه بدم. بله بفهم. میشه بعد منم به عنوان کسی که از جناب قاضی خانم بپرسید. شما باید از من اجازه بگیرید. خانم شما باید از من اجازه بگیرید. درسته شما به من پول میدی ولی بعد از آقای قاضی اجازه بگیرید. ایشون حرفشون درسته، شما باید از من اجازه بگیرید. خانم وکیل شما که میدونید من احساس میکنم وکیلشون خیلی تازه کارن، لطفاً بفرمایید قضیه رو. من درسته با ایشون مشکل دارم ولی در این زمینه موافقم. شما با وکیل خودت هم مشکل داری. من چجوری باور کنم که با پارتنرت مشکل نداشتی؟ نه من با پارتنرم شما مشکل روانی رو اینجا میتونید مشاهده کنید. آره از نبودم که 1 سال و نیم تو رابطه لطفاً ادامه بدید. به سال 6 بله من یک خلاصه ای رو نوشتم و با تجربه اینکه وقت محدوده توضیحش رو میدم. همین که پروسه شروع رابطه همونطور که ایشون گفتن اومدنشون به تهران و همه چی خیلی یهویی اتفاق افتاده. همونطور که خودشون گفتن ایشون یک روزه عاشق همدیگه شدن هر دو نفرشون و همه روزه هم نبوده جناب قاضی، قبلش یه عالمه صحبت بوده، سولمیت اعتقاد قبلش یه عالمه با هم تلفنی حرف زدیم. شما وقتی سولمیت تو پیدا کردی 7 ماه یه سولمیت دیگه هم بغل این آدم نگه می‌داره. خیلی جالبه. من انسان خیلی خوبی شما هستم. وکیلی نمیتونید نه آخر یه خواهش لطفاً نظم دادگاه رعایت کنید. خواهش میکنم بذارید من ازشون یه سوال بپرسم. اجازه اینو دارم؟ بفرمایید. من خیلی دوست دارم با شما کانورسیشن. شما میگید من سولمیتمو تو یه روز این آدمو دیدم، عاشقشم، فهمیدم سولمیتم پیدا کردم. من این حرف شما رو اوکی قبول. پس وقتی سولمیت تو پیدا کردی اون یه سولمیت دیگه هم سرویس کنم که اون یه تایم شما سولمیت تو پیدا نکردی. لطفاً نظم دادگاه رو برقرار کنید. شما کلا آدمی هستی با مشکلات اخلاقی. لطفاً نظم دادگاه رو برقرار کنید. خانم من اینجا پارکه. نه. بس شما یه سوال دارم از شما. شما یه روزه عاشق شدی من این ماکروفونه؟ نه ما تایم که با هم حرف زدیم قشنگ فهمیدیم که من فهمیدم که پرفکت مچمه. پرفکت مچته؟ یعنی چی؟ خیلی با هم اوکی. یعنی شما پرفکت مچ تو چجوری پرفکته؟ خانم وکیلیشون دارن با من صحبت میکنن لطفا. من روز اول خود ارشیا مثلا همش یک روز عاشق هم شدیم. آره. اون اکست اصلا مهم نبود که باش صحبت میکردی همزمان، نه؟ جان؟ اون اکست که باش همزمان صحبت میکردی به قول خودتون اکسم. نه اجازه نیست. اینم من به شما نگفتم. اکس من یه آدم پارانوید توهمیه که مثلا خودزنی میکرد، منو تهدید میکرد و من سنم کم بود آقای قاضی. من معمولا اینو قبول نمیکنم. شما خانم یکم داره 24 5 ساعت میشه. خانم وکیل لطفا. کمه واسه من. شما میخوام مثلا بچه‌تون اومد سر خونه زندگی ترشیا رو خانم وکیلیش دارن با من صحبت میکنن. مجبور میشم اخراجتون کنم از دادگاه. من معذرت. ادامه بدین لطفا. آره. اکس من کلا یادم بود که منو دیگه اون اکس نگو خانم. رابطه قبلی پسری که تو رابطه یعقوب اسمشون یعقوب کیه؟ یعقوب الان میگه یعقوب جیکوبه همون. من یه اعتراض دارم. ایران بود یعنی اعتراض دادگار که نیست مهد کودک شده یعقوب. من اعتراض دارم. ایشون دارن طبق قانون شماره 9 یک اشتباهی میکنن. بفرمایید توضیح بدید لطفاً. دارن تحقیر میکنن چیزی رو که نمیشه تحقیر. من مجبور میشم به اخراجشون از دادگاه اگه ادامه بدن به این وضعیت. 9 قانون نمیتونیم کسی رو. بله شما درست. قانون 99% رو داریم زیر پا میتونستین اعتراض او 1% خانم من اینجا حویج که نیستم که.
جناب از این که با 2 نفر همزمان تو رابطه باشی چیش قانونیه؟ من الان اینو تصمیم میگیری تو میگم رابطه نبودم، من تو رابطه بخونم که شما متوجه بشید که کی داره قانون رو زیر فقط خیلی زودتر چون وقت دادگاه داره به پایان میرسه. نه اصلا نیازی نیست، مطمئنا شما خودتون در اطلاعین، ولی ایشون از قانونای اصلی ما تقریبا 10 تاشو زیر پا گذاشت. اینه که قانونه، کلا آدما که انسانن. لطفا نظم دادگاه رو برقرار کنید خانم، لطفا از شواهدتون برامون میگید. من چیزی که دوست دارم بگم اینه که خانم بیتا تو رابطه‌ای بوده که کلی شواهد و مدارک هست واسش و اصلا قابل توجیه نیست. بله. و اینکه ما مدارک زیادیم، یه وایس من بهتون دادم، یه دونم از همین پیام‌ها بله دارم میبینم عکس‌ها رو. بله عکسشون هستش که با هم گرفتم و این لطفا میشه بخونید یه مقداری از پیام این عکس توی پشت صفحه پیام‌هاشون بوده توی برنامه واتساپ. بله. و همونجوری که می‌بینید JK سیف کرده با قلب اسمش رو ذخیره کرده. بله. از قدیم مونده بود. خانم لطفا اجازه بدید صحبتشون تموم. این برای تایمی بوده که خانم بیتا دبی بوده پیش ارشیا. آها دبی بوده پیش ارشیا. یه لحظه میتونم من این سوال شما دبی بودی پیش ارشیا میرفت میومد مثلا که آشنا شدین؟ من با توجه به شرایط کاری ایران زندگی نمی‌کنم. اینا رو چرا نمیگین شما تو؟ بیتا گفته به JK که سیف کرده. JK کیه خانم؟ JK یعقوب کیه میگید یعقوب؟ یعنی تو دبی جیکب صداش میکنن، تو ایران یعقوب. خب چی کاره میشه این کیه اصلا؟ این سابق موکل من دوست پسر ایشون تا 7 ماه اول رابطه‌شون با ارشیا بوده. خب من گوجه گیلاسی بودم اون موقع جناب قاضی. آره احتمالاً. خب بعد بیتا گفته به جیکوب که پاسپورتتو میگیری بالاخره با هم میریم یه روز، منم کارام تموم میشه میام ایران. وقتی که کنار ارشیا داشته زندگی میکرده. بله. و همون یعقوب بهش گفته که مگه میشه همش کار، یعنی یه دونه دوست پسرم ندیدی اونجا. بعد بیتا گفته که دیوونه شدی، همش با دوستای دخترم هم حالا بعضی اوقات دوستای پسر اونا میاد. من احساسات اولود از چیز نمیکنم، من باید شما وجود آدمی که داشته پیش من زندگی میکرده. خب باشه من ازش مطمئن نبودم، من با هم خیلی رابطه جدی بودن، کنار این آدم زندگی میکرده، داشته با یکی دیگه حرف میزده، به رابطه جدی داشته. مدارک و شواهد خانم اینجا یعقوب میفهمه که ارشیا وجود داره، بهش گفته که من آخه امروز یه دونه استوری دوستاتو دیدم، یه پسر اونجا بغلت وایساده بود و شما وجود ارشیا رو انکار کردی. آدمی که داری باش زندگی می‌کنی انکار کردی. من نمی‌خواستم فکر کنم که به خاطر اومدن کس دیگه داره کران گذاشته باشه، بخاطر اینکه خانم وکیل لطفاً برای من توضیح بدید. ولی دلیل نمیشه که بخوام حالا یکی رو خراب کنم. من می‌خوام یکی حرف بزنید، من اینجوری نمی‌فهمم. آقای قاضی لطفاً آدم وقتی عاشق یکی باشه براش ناراحت نکردن فقط شخصی که عاشق باشه. شما یا خاله ایشونی نه یا یا خاله یا آنپروفشنالی یا خیلی مناسب به در دیوار الان بهتون وقت صحبت. من جلسه اعتراض دارم چون تنها کسی که اینجا داره اجازه میگیره برای صحبت کردن منم با آخرین کسی که داره صحبت می‌کنه. خب انگار اومدیم پارک دیگه، نمی‌بینید حضار مگه؟ من مدارک رو کنم شما همینجوری خانم مجبورم اخراج کنم شما را از دادگاه. معذرت میخوام اگه میشه لطفا وقت شما تموم شده، لطفا سریعتر بگم اصلا الان وقت دادگاه تمومه. شما نذاشید من اصلا لطفا زودتر ایشون برگشته لطفا نظم دادگاه رو ایشون برگشته گفته که تو حالت عادی نبودیم. یکی هم حالا بغل من تو حالت عادی نبودیم یعنی چی؟ نمیدونم، خدا میدونه. حالت طبیعی نبودی؟ چه خوشحالی. برای چی تو حالت طبیعی نبودی؟ اینا پیام‌های جداییشونه که بعد از اینکه 7 ماه با هم تو رابطه بودن به هم گفته من فقط خوشحالی تو بعد 7 ماه. خب بیا من گفتم خدافظی دیگه، من خوشحالیتو میخوام، خداحافظ. موفق باشی، حالت خوب باشه، خنده‌تو میخوام، نمیدونم. خانم وکیل ما 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. خب این صحبت‌های من تموم شد و با هم کلی صحبت مدارک و شواهد شما اگه میشه وایس ارشیام هستش که صحبت شما بفرمایید. با توجه به اینکه وقت دادگاه محدوده هم نتونستیم وایس مدارک ایشون رو گوش کنیم و هم نشد که شاهد ما بیاد. همه ما معتقدیم که گناه کوچیک و بزرگ وجود داره و هر گناهی در نهایت بر اساس همون میزانش بهش حکم داده میشه. بله. من یه سوال دارم مستقیما از شخص جناب مسلایی. بله. اگر که بیتا با فرد جدیدی آشنا میشد، گوش کنید. خب من کاملا طرف صحبتم شما هستین و خواهش میکنم به قلبتون رجوع کنین و بعدش جواب منو بدین. قاضی نگاه کن لطفا. اگر بیتا در 7 ماه اول رابطتون
وقتی که گذشته بود و تمام اون سفرها رو رفته بودین، تمام اون تفریح‌ها رو کرده بودین، اون حرفای عاشقانه، اون ارتباط عاشقانه رو طی کرده بودین و میرفت و با یک مرد جدید آشنا میشد، احسنت، بیشتر غمگین میشدین یا با اینکه یک پرونده بازی از گذشته رو در خانم خیانت هیچ توجیه نداره. واقعا دارید این مرد رو میکنید. من اول جملم ذکر کردم که گناه کوچیک و بزرگ وجود داره. اون گناه کاری که کرده خطا بی‌صداقتی و بی‌اعتمادی، ایشون دارن صحبت میکنن، ولی فقط میخوام که در خودتون عمیق بشین، این سوالو از خودتون بپرسین. شواهد یا مدرکی واسه ارائه به دادگاه دارید شما؟ ما این خداحافظی ایشون رو داریم. بله. و اینکه گفته که من نمیخوام تو رو ناراحت بکنم. اینو به صورت چت دارید یا به صورت چت داریم؟ من یه توضیح کوچیک بدم. من تایمی که توی گوشی ارشیا بودم و اون تکست رو دیدم، من نمی‌دونستم که رابطه‌ام چقدر باش جدیه یا من چقدر برای اون جدیه. من همه چی خوب بود، غیر قابل باور بود. بله. و منم اینجوری بودم شاید اونم داره خیانت میکنه، پس هیچ مشکلی نداره که منم این رابطه‌ای که دارم و آروم آروم قطع کنم تا تایمی که از ارشیا هم مطمئن شم. بالاخره 2 تا 4 تا دیگه، فیلم هندی که نیست. 2 تا رو نگه داری، یکیش تو آب نمک باشه. حالا ببینیم اون یکی خوب جواب میده یا نه. اگه میشه من درست جهت کنم. موکل من آقای قاضی اجازه هست صحبت کنم. موکل من صد خودشو گذاشته توی رابطه، همه کار کرده، از اول بهترین نسخه خودشو نشون داده، بهترین نسخه عشق خودشو و این انتخاب ما آدماست که ما رو مشخص میکنه شخصیتمون چیه، تقدیرمون چیه. شما ارشیا پسری بوده که پسر شیطون بوده، پسری بوده که زندگی خوبی داشته، زندگی مرفهی داشته، میتونسته که ارشیا با شما این کارو بکنه. پسر شیطونی بوده، من از کجا بگم؟ خب ببین شما نمیتونی طبق احتمالات یکی بدی کنی، بگی مثلا احتمال داره آدم بد باشه پس من بزنم بکشمش. طبق احتمالات نمیتونی زندگی کنی. لطفاً با من صحبت کنید. ارشیا از اول صد خودشو گذاشته، بهترین نسخه خودشو، و این خانم انتخابش این بوده که به این آدم خیانت کنه. انتخابش بوده و انتخاب شما کاراکتر شما من فکر نمی‌کنم خیانت بوده باشه. من فقط یه آدم خیلی نایس بودم که اصلا رابطه نایس بودم. خب نایس دارم آقای قاضی، اعتراض دارم. جنتیلی مگه نایس بودم خانم؟ نایس ایشون داره میگه نایس بودم. نمی‌خواستم پارتنری که باش بالاخره من گوش بکنین که شکایتو مطرح کردم. تا لحظه آخر آقای مسلمی لطفاً این وایسو پلی کنم. کجایی؟ ببین یه زنگ سری به من بزن. من یه شب رفتم پیش ارشیا بودم، رفتم سر گوشیش، بعد کلی تکست دیدم با اکسش داشتن حرف میزدن با هم. تاریخش رو شما ببین آقای قاضی. این برای 1 ماه اول بوده، اصلا مهم هر چقدر منو که بدذهن کرد. خانم تلفنی شما رفتی پیش اون خانم لطفاً نظر دادگاه رو برقرار کنید. شما توضیح واسه این وایس دارید؟ بله. ارشیا همه دوستاشم میدونستن، من کسایی که دوستای مشترک داشتیم پسر شیطونیه و من شاید فیکه، شاید داره با من بازی میکنه، انقدر همه چی خوبه. من که توی لطفاً صحبت کنم. به شما اجازه صحبت میدم. من یه دخترم که همیشه ضربه خوردم. نفهمیدم، لطفاً توضیح بدین. اینکه ایشون از شما شاکیت به خاطر که با ایکستون در ارتباط. شما میگید ایشون هم با ایکسش در ارتباط. نه آقای قاضی، مال چه تایمی بوده؟ شما این وایس رو گوش بکن. صحبت‌های من با تلفن حرف زده با پسر سابق من نمیدونم ایشونه. دیگه چی اون پشت بوده. من یه تلفنش شده. من اگه ناراحت پشیمون نبودم الان اینجا نبودم. الان نمیدونم به ارشیا بگم که ایشون بارها گریه کرده، بارها چه فایده ارشیا رو برگردونه به رابطش و خب تا الان موفق نشده. خب یه سوال اینجا بپرسم خانم، اینکه شریکتون واسهتون چی کم گذاشتن تو رابطه؟ من واقعا دوستش داشتم، هنوزم دارم و اینجوری هم که واقعا میخوام برگرده. یعنی من الان اینجا هم دارم، خودش هم اینجا دیگه دارم باهاش صحبت میکنم. دوست دارم که رابطمون درست شه، بخاطر اینکه سر یه میس آندرستندینگ، سوء تفاهم، هر چی بخواید اسمشو بذاریم بوده و من کل تایمی که با هر چی در ارتباط بودم در حال تلاش برای کارت کردن رابطمونم به جوری که طرف قبلی ناراحت نباشه، چون اونم انسانه و نفس میکشه. حضار محترم لطفاً توجه کنید. من درصد گناهکار بودنتون رو به صورت امتیاز به شما اعلام میکنم و بعد ابلاغی دادگاه به دستتون میرسه. لطفاً سکوت رو رعایت کنید. آقای مسلایی به نظر من امتیاز شما از 10 5. لطفاً سکوت رو اختیار کن. و خانم نورعلی امتیاز شما هم 5. و شما قبول دارید که ما به صورت مساوی گناه من قبول ندارم. شما با خودتون قبول کنید که آیا میخواید این رابطه رو ادامه بدید یا نه. من که واقعا آقای مسلایی شما دوست دارید این رابطه رو ادامه بدین؟
اینا میشه بازی. بعداً تلفنی با هم صحبت کنیم؟ آخه شما اینجا هستید. جناب آره، قاضی نه حقیقتا نمیدونم جناب قاضی. نمیدونم نداریم اینجا. بهش فرصت میتونیم به شرط هایی که گذاشتین دوباره فکر کنیم. شاید بتونم بهش فکر کنم به من شرایطمون. اینجوری اصلا تو رابطه نمیام میتونم شاید فکر کنم. خانم آقای شما قاضی ببینید. الان ما آقای نمیتونیم با هم قاضی کنار تشخیص بیایم. ما دادن تفاهم نداریم. وقت دادگاه به اتمام رسیده لطفاً. امیدوارم که از امتیازی که دادگاه به شما داده من پشت در دادگاه شما صحبت شما پشت در دادگاه یه پارک کنار شما دادگاه پشت در هست دادگاه میتونید موکل باشون من صحبت صحبت شما کنید. خاله خانم لطفاً قبول بحثاتون رو کنید. بذارید بیرون. بله. دادگاه به اتمام رسیده. امیدوارم از امتیازی که به شما داده شده اعتراض باید بزنیم. نظرت کافی بود. راضی باشید.